در دوردست‌ترین نقطه‌های نقشه جهان باستان نامی زمزمه می شود که میان تاریخدانان، ماجراجویان و افسانه سازان جایگاه عجیبی دارد. نامی که در حاله از رمز و راز میان آب و خیال ناپدید شده. آتلانتیس، شهری افسانه‌ای، یا تمدنی که واقعاً در زیر موجهای اقیانوس مدفون شده. میگویند شهری بوده پر از طلا، عاج، مرمر و هنر، با خیابان‌های وسیع، برج‌های مرتفع و معابدی که درخشششان حتی شب را روشن می‌کرد. اما در یک شب، فقط یک شب، همه چیز فرو رفت. زمین لرزید، دریا برخاست و آتلانتیس ناپدید شد. این قصه از کجا آغاز شد؟ 2400 سال پیش افلاطون، فیلسوف یونانی، در 2 اثر خود تیمائس و کریتیاس از آتلانتیس سخن گفت. او نوشت که این تمدن 9000 سال قبل از زمان خودش وجود داشته، یعنی چیزی حدود 11500 سال پیش از امروز. افلاطون میگفت آتلانتیس در آنسوی ستونهای هرکول، یعنی جایی در آنسوی دریای مدیترانه قرار داشته. یک جزیره بزرگ با ارتشی قدرتمند، ناوگان دریایی عظیم و پیشرفت‌های مهندسی که در آن زمان باور کردنی نبود. اما خدایان به خاطر طمع و فساد مردم آن تصمیم به مجازاتشان گرفتند و در یک روز و یک شب آتلانتیس به زیر دریا رفت برای همیشه. خیلی ها این داستان را افسانه‌ای می‌دانند که افلاطون برای رساندن پیام اخلاقی خلق کرده. اما سوال اینجاست: چرا باید اینقدر دقیق بنویسد؟ چرا جزئیاتی مثل مهندسی، جغرافیا، حتی ساختار سیاسی آن جزیره را چنین دقیق توضیح دهد؟ برخی محققان باور دارند که افلاطون داستان آتلانتیس را از منابع قدیمی‌تر شنیده بود، مثلا از سفرهای مصریان باستان یا داستانهای شفاهی از تمدن‌های نابود شده. و اگر اینطور باشد، ممکن است ردی از حقیقت در میان این افسانه وجود داشته باشد. تا به امروز مکانهای مختلفی به عنوان آتلانتیس مطرح شدند. جزیره سانتورینی در یونان که در اثر یک آتشفشان عظیم نابود شد، سواحل اسپانیا و منطقه دونانا، حتی سواحل کوبا و مثلث برمودا. در بعضی از این مناطق ساختارهایی در زیر آب کشف شدند. دیوارهای عجیب، سکوهای سنگی و آثاری که با فناوری امروز هم ساختشان دشوار به نظر می رسد. برخی معتقدند آتلانتیس پیشرفته تر از تمدن‌های امروزی بوده. آنها از انرژی ناشناخته، پرواز یا حتی ارتباط با موجودات فرازمینی سخن می‌گویند. فیلم‌ها، مستندها و کتاب‌های زیادی به این نظریه‌ها پرداختند. اما یوتیوب پر است از ادعاهایی که هیچگاه سندی واقعی ندارند. هدف ما در این کانال بررسی این ماجراهاست با شواهد، با منطق و با نگاه تاریخی. در دل دریاها هنوز صداهایی هست که شنیده نمی‌شوند. شاید در زیر این امواج تمدنی دفن شده که اگر روزی پیدا شود تاریخ بشر را بازنویسی خواهد کرد. شاید آتلانتیس فقط یک اسم نیست، بلکه بخشی از حافظه فراموش شده انسان است که هنوز منتظر کشف شدن مانده. در قسمت بعد سفری می‌کنیم به سانتورینی، جایی که برخی معتقدند آتلانتیس واقعی بوده و شواهد زمینشناسی، باستانشناسی و شباهت‌های حیرت‌انگیز آن با توصیف‌های افلاطون را بررسی می‌کنیم.